یه روزهایی بود که هرچی یه روشن فکر میگفت میشد کتاب درسی، هرچی مینوشت میشد سند. نمیپرسیدن درست گفتی، فقط میپرسیدن کی چاپ میشه. حالا اون روزها گذشته، ما موندیم و یه عالم روایت که معلوم نیست واقعیت تاریخ بودن یا یه دروغ خوشرنگ لابلای صفحات تاریخ. بیاین یکم بریم عقب‌تر، دهه 40 و 50 خورشیدی، روزهایی که بعضی از همین قصه ها ساخته شدن. قصه هایی که بعضیشون هنوز تو کتابا هستن، بعضیشون هنوز نقل محافلن، ولی یه مشکل کوچیک دارن که واقعی نیستن. جلال متولد 1302 توی یک خانواده مذهبی بود. پدرش آخوند بود و انتظار داشت پسرش هم بره طلبه بشه. جلال یه مدتی رفت ولی زود پشیمون شد. بعدش طبق مد زمانه و جوانی جاهلی رفت سراغ حزب توده. اونجا موند، نوشت، دعوا کرد، ولی بعد ازش برید و شد یکی از منتقدای جدیش. همیشه یه جورایی وسط بود، نه چپ کامل و نه راست کامل. میخواست روشن فکری باشه که مستقل فکر میکنه. همین شد که نوشت غرب زدگی، کتابی که هنوزم دربارش بحثه و به واسطه نگارش همین کتاب و آثار مشابه یه جورایی شده بود بابای روشنفکری اون دوره. اما یه چیزی بگم، جلال یه وقتایی یکم زیادی خلاق میشد تو قصه پردازی. توی دیماه سال 1346 خبری منتشر شد. غلامرضا تختی در هتل آتلانتیک خودکشی کرد. یک کشور در غم فرو رفت و مرگ تختی بیشتر از یک مرگ شد. یک جنجال بیپایان. خبری که برای خیلی ها با عقل جور در نمی اومد. قهرمانی که 3 دوره مدال المپیک گرفته بود، محبوب مردم و نماد جوانمردی بود. مرگ خودخواسته امکان نداره. خیلی ها گفتن نه، خودکشی نکرده، خودکشیش دادن. دلایل چون آدم محبوبی بود، پیشتر گرایشات مصدقی داشت، فعالیت‌های سیاسی میکرد و غیره. توی همین بره جلال آل‌احمد، این نویسنده با نفوذ، گفت تختی رو ساواک کشت چون از مردم بود. ولی بعدها همسرش، دوستانش، حتی پزشک قانونی گفتن شواهد خودکشی بوده. جمشید مشایخی که از دوستای نزدیکش بود داستان رو اینطوری تعریف کرد. تختی اهل خودکشی بود. ایشون از طبقه خودش خانمی رو باش ازدواج نکرد. بله. شهلا فکر یه طبقه دیگری بود. بله. بنابراین همیشه جهان پهلوان تختی رو مسخره میکرد. مثلا اگر تو منزلی دعوت میشدن، مثلا 60 نفر میرفتن اونجا، ایشون بعد از تمرینش میومد، همسرش من زودتر رفته. بعد تا بالایشون همه گفتن سرباز برسیدن، جهان پهلوان تختی مسخره میکرد. بله سرباز برسید. اگر جهان پهلوان تختی با این خانم زندگی میکرد، تختی نبود. اگر طلاقش میداد، تختی نبود. اگر خودشو میکشت، تختی. یعنی شما با صراحت معتقدید که مرحوم تختی خودکشی کرد؟ بسیار خب، خیلی ممنون. بعدها پسرش بابک تختی روایت خودشو تعریف کرد و جلال آل‌احمد رو دروغگو خوند. تختی، پروژه شهیدسازی تختی از کجا شروع شد دقیقاً؟ ببین، در واقع این دروغ رو جلال آل‌احمد شروع کرد. ببین از اونجا اومد که جهان پهلوان باشی و در بودن خود جبران کرده باشید نبودنهای دیگران رو. به دروغ گفتش که تختی رو کشتن و این
این باعث و بانی خیلی اتفاقات غلطی شد که ما، یعنی مطابق همین که با هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه، چون آقای آل احمد مثلا فکر میکرد که شاه خوب نیست، هر دروغ دیگه ای رو بهش نسبت میدادن. واقعیت این بود، اما چون برای روشنفکری مثل آل احمد هدف وسیله رو توجیه میکنه، مهم نبود واقعیت چیه. مهم نبود جهان پهلوان توی تنهایی چه رنجی کشید. مهم این بود که از این فرصت استفاده کنن و مخالفانشون رو بدنام کنن، حتی به دروغ. شهریور 1347 پیکر صمد بهرنگی، معلم ساده‌پوش آذربایجانی و نویسنده کتاب مشهور ماهی سیاه کوچولو، از رود ارس بیرون کشیده شد. همه شوکه شدن، ولی یه نفر با زرنگی اومد جلو که از جنازه صمد یه نمد بسازه برای اهداف سیاسیش، و اونم کسی نبود به جز جلال آل احمد. جلال باز هم بلافاصله گفت صمد رو ساواک کشت و قصه شروع شد. قهرمان مردمی که به خاطر عقیده‌اش کشته شد، مبارز توده ها در راه آرمانش فدا شد، ماهی سیاه کوچولو اسیر چنگال شیر ساواک. خلاصه که این قصه به مذاق دورهمی‌های روشنفکری چپ اون بره دلچسب شد. ولی چند سال بعد غلام حسین ساعدی از دوستان نزدیک صمد بهرنگی و جلال آل احمد داستان رو اینطوری تعریف کرد: این که صمد و ساواک کشته به نظر من اصلا واقعیت نداره. بله. صمد افتاده تو رودخانه عرس و مرده. بله. و آدمی که با اون همراه بوده و به عنوان عامل قتلش میگن یک افسر وظیفه بوده که بعدا من اونم دیدم، و این آدم بود که با سلطانپور کار میکرد، سعید سلطانپور. بله. و موقعی که آمدن اینجا کمیته چیزی در تبعید رو تشکیل داده بودن 3 نفری، یکی از اونها همون آدم بود که با صمد بود. صمد اونجا مرده بود و این شایعه رو در واقع آل احمد انداخت به دهن همه. بلکه آل احمد یکی از خصلت‌های عمده‌اش، من نمی‌گم بده یا خوبه، شاید هم اصلا خوبه، یه حالت میت ساختنه، میت پروریه. بله. و وقتی میت میسازه میتونه مثلا دشمن بیشتر بترسونه. نوشت که آره نمیدونم مثلا صمد مرده در چیز یا کشته شده. و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به یه نوع چجور بگم اغراقگویی، نه در مورد صمد بلکه در مورد خیلی دیگران. حتی خود آل احمد تو نامه‌ای به منصور اوجی، یه شاعر شیرازی، اعتراف کرده که این داستان قتل صمد رو خودشون ساختن. گفته ما دلمون میخواست قصه بسازیم، خب ساختیم. ولی اون موقع کی گوشش به این حرفا بدهکار بود؟ شایعه قتل بهرنگی شد یه افسانه انقلابی که بتونه توی بازی سیاسی بار انقلابیون رو بیشتر کنه. جلال آل احمد سال 1348 توی اصالم گیلان درگذشت. نسخه رسمی آمبولی ریه. ولی بعد از یه مدت یه دروغ پخش شد و چون خودش زنده نبود، برادرش یعنی شمس آل احمد این مسئولیت بزرگ رو بر عهده گرفت و شروع کرد به داستان سرایی که جلال رو هم ساواک کشته. ولی هیچ سندی نبود، هیچ شاهدی نبود و نزدیکترین شخص به جلال یعنی خانم سیمین دانشور که همسر جلال بودن، این بار مسئول تکذیب دروغ‌های خانواده آل احمد شد و گفتن ساواک و قتلی در کار نبوده. توی کتاب غروب جلال علت مرگ رو زیاده روی در نوشیدن ودکای الکلی بیان کردن و شایعات به قتل رسیدن رو صریحاً رد کردن.
جلال که استاد قصه سازی بود حالا قصه مرگ خودش شده بود سوژه که به گمونم بعدش هم نمی اومد و توی جنگ برادر و همسرش بر سر این که به راستی واقعیت چیه احتمالاً طرفدار برادرش می شد. شریعتی 43 ساله مرد توی اروپا ناگهانی. اول گفتن نرسیدن خون به قلب، بعد طبق معمول نه ساواک مسمومش کرد و دوباره شایعاتی پخش شد، ولی هیچ وقت سند محکمی در این باره ارائه نشد. فقط یه موج احساسی که تبدیل شد به خاطره نسلی که دوست داشت قهرمانانش رو شهید ببینه. ولی سوال اینه واقعاً چی شد؟ پرونده پزشکی چی میگفت؟ گزارش پزشکی قانونی بریتانیا انسداد شرایین رو علت اصلی اعلام کرد. هیچ اثری از سم یا ضربه یا خفگی دیده نشد. اما تا به امروز هیچ مدرک قطعی از دخالت ساواک ارائه نشد. ولی خیلی ها دوست داشتن همین روایت رو باور کنن چون نخواستن بپذیرن که قلبش از کار افتاده. ترجیح دادن بگن خاموشش کردن و با شهیدسازی ازش بهره برداری سیاسی کنن. و اینطوری شد که اسم علی شریعتی رفت کنار فهرست بلند بالای شهدا با تصویر سیاه و سفیدش و زیرنویس معلم انقلاب. 1978 تهران شلوغ بود. خیابون مردم شعار میدادن، حکومت تقلا میکرد. و اون وسط یه فرانسوی معروف دفترچه‌شو باز کرد و نوشت در ایران ما با نوع جدیدی از انقلاب مواجهیم، انقلاب معنوی. اسمش بود میشل فوکو، همون فیلسوف اروپایی که درباره قدرت، زندان و تاریخ حرفای جالبی میزد. حالا اومده بود ایران کنار انقلابیونی که بوی باروت میدادن داشت ازشون شعر میساخت. توی گزارشاتش که توی روزنامه‌های ایتالیایی و فرانسوی چاپ شد نوشت در تظاهرات 8 سپتامبر 1978 همون 17 شهریور 57 خودمون 4000 نفر کشته شدن. 4000 نفر در یک روز. بعدها عمادالدین باقی تاریخنگار ایرانی با بررسی اسناد بنیاد شهید گفت تعداد کشته‌های 17 شهریور کمتر از 100 نفر بوده. حتی خود بنیاد شهید هم این عدد رو تایید کرد. فوکو انگار از یه جایی عدد 4000 نفر رو شنیده بود و چون به مذاق فرانسویش خوش اومد شد بوقچی شایعه پراکنهای انقلابیون ایران. این مرد یه جورایی توی عالم خودش بود. فکر میکرد انقلاب ایران یه جور معنویت سیاسی داره که قرار دنیا رو زیر و رو کنه. حتی وقتی خبر اعدام‌ها و خشونت‌های رژیم جدید به گوشش رسید اولش سعی کرد توجیه کنه ولی کم کم دیگه ساکت شد و چیزی نگفت. حالا به نظرتون این کار فوکو چی بود؟ یه اشتباه ساده یا یه جور شیفتگی کورکورانه به انقلاب؟ در نهایت باید گفت که روشنفکران اون دوره مثل جلال میخواستن جو رو علیه رژیم وقت داغ کنن. یه جورایی این شایعه ها مثل بنزین بود برای آتیش انقلاب. اکبر گنجی که خودش یه زمانی انقلابی بود بعدتر گفت ما دروغ میگفتیم. گفتیم صمد رو ساواک کشته، شریعتی رو کشته، تختی رو کشته، همه اینا رو آگاهانه میگفتیم. یعنی عمدن این داستانها رو ساختن که مردم رو عصبانی کنن. این بود داستان دروغ‌های روشنفکران. حالا به نظر شما این کار درسته و میشه با این منطق که هدف وسیله رو توجیه میکنه که اینجا هدف روشنفکران انقلاب بود چنین جعل واقعیتی رو نادیده گرفت؟ توی کامنت ها برام بنویسید. اگه خوشتون اومد لایک کنید
سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا دفعه بعد مواظب خودتون باشین و گول شایعه ها رو نخورید.